بازی آخری در سیوم میان دستای برچی و پنشر صورت گرفت. این دومین بازی است که در این در به زدن گل جنبش شد. در نتیجه پنشر با گرفتن اولین امتیاز در موسم نوی فوتبال سزاوار گردید. در این بازی لحظه های گلزنی کم بودند حالت هایی که ضربه به عمل آمد، اما دروازه‌بان ها اینجا پیش از سماکایی گودسون از دسته برچی که همین گونه ضربه رو باز داشت و اینچنین حاجیمرود سلامیدینوف ضربه ها رو برگردوندند. فشار دسته پنشر که تا حال یگان امتیاز به دست نآورده است خوب بود و فوتبالبازان دسته پنشر محض برای در این بازی کامیاب شدن یا نائل شدن به امتیاز مبارزه بردند. حالا این لحظه ها ما و شما باز هجومی فوتبالبازی دسته پنشر رو می‌بینیم که خیلی زیاد هم بود و باز همون حالتی که کوای گودسون دروازه‌بانی دسته برچی از خود مهارت عالی نشان می‌دهد و این لحظه ها رو برباد می‌دهد. قسم اولی واخوری با همین چند ضربه که ما با شما نشون دادیم به پایان رسید. قسم دومی واخوری هم شروع شد و اینجا باز کمتر بود و در نتیجه بازی با حساب 0-0 به پایان رسید که به نفع هر دو دسته خواهد بود. البته می‌خواستیم در میدان خود غلبه به دست آوریم. متاسفانه این طور نشد. از جهت دیگر می‌دانستیم که دسته پنشر بسیار دسته پرقوت است. در تحلیل هایمان الکی دیدیم با فوتبال بازان پیشنهاد کرده بودیم. از فرصت های مناسب استفاده نبردیم. صد افسوس. باز کار میکنیم در پیش بازی بسیار مهم با دسته کمیوه. البته بازی بسیار دشوار می شود، لیکن ما چخیل که پیش از آغاز موسم گفته بودیم یگان ترس و هراس از هیچ کس نداریم. پیش آغاز بازی میدونستیم که بازی هم خیلی میشد، برای که برچی دسته خوب است. پیش این بازی و حاصلات رو غلبه کرده بود. برای ما با کمیوه 0-3 بای داده بودیم. برای میخواه انا بچهای ما هم تیاری خوب دیدیم که نمیخواستیم که سیم باخت شود. برای میخواه ما میدونستیم بازی خوب میشد. ما دسته برچی رو خیلی آموخته بودیم، تیاری خوب دیدیم، ولی پیش از 2 روز پیش از بازی ما در حیات ما پرابلم شد. مقصد 1-2-3 بازیگر جراحت گرفت، بازی برآمدن نتونست. لیکن با این نگاه نکرده ما از حیات ذخیره بازیگرا را موندیم. بچه‌ها نقض بازی کردن، باوری ما در اومدن. انا رحمت میگم خیلی خودتون دیدین که بازی خوب شد. بچه‌ها خیلی مهنت کردن، رحمت به اونها. در دور سیوم همگی با دروازه دسته ها 13 گل زده شد. تا هنوز در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه که همه بازی ها در آن میگذرند شماره مخلصان کم است. جدول مسابقه بعد دور سیوم چنین شکل گرفته است. به همین ترتیب دور چهارمی بازی ها که روز 4 اپریل آغاز می‌یابد، هولبوگ با اسخاتا، کلوب مرکزی ورزشی ارتش با برچی، رگار تداس با رفشان، اوسلوت با وحش، خوجند با استرافشان و پنشر با استقلال قوا می‌آزمایند. در همین جا با جمع همکارانم برنامه امروزه فوتبال بازی میلیون ها را به پایان می‌رسانیم. با خیسیتمند و پیروز باشید و خود را احتیاط کنید. حتما به ورزشگاه ها و بازی های فوتبال چمپیونات مملکت را تماشا کنید.